شنا کردن با دلفین ها. داستانی از کتاب قصه هایی برای 10 ساله ها به قلم جمعی از نویسندگان نیکولا باکسر، مویرا باترفیلد، نیک الزورت، مارسل فیگر، جین و تونی پین. ترجمه لاله جعفری. از کانال سفر به دنیای قصه ها با لیلا میشنوید. من لیلا هستم. خوشحالم که همراه هم هستید. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون در قسمت کامنت ها هستم. لطفاً سابسکرایب کنید و این کانال رو به دوستاتون معرفی کنید. شنا کردن با دلفین ها. سام در حالی که بینیش را به شیشه عقب ماشین چسبانده بود، هیجان زده گفت: وای، نگاه کنید! منظره دریا از بالای جاده کوهستانی دیده میشد. از وقتی یادش می آمد هر تابستان با خانواده‌اش به آن جزیره می آمدند. همیشه هم توی یک خانه می ماندند و سام همیشه منظره دریا را وقتی از فرودگاه به آنجا می رفتند نگاه می کرد. وقتی به خیابانی رسیدند که به خانه منتهی می شد، سام با خوشحالی بالا پایین پرید. گرمای خورشید را که به صورتش می تابید کاملا حس می کرد. او پرسید: مامان، میتونم شنا کنم؟ مامان در حالی که از ماشین بیرون می آمد جواب داد: اگر 1 دقیقه صبر کنی قفل خانه را باز کنم، منم با تو می آیم. بابا در حالی که عرق صورتش را پاک می کرد غرغر کنان گفت: منظورتان این است که بنده باید چمدانها را ببرم تو؟ مامان با خنده گفت: منظورمون همین بود و در جلویی را باز کرد. و بعد با سام سریع لباسشان را عوض کردند، چند تا حوله برداشتند و از در پشتی بیرون دویدند. از پله‌هایی که به دریا می رسید پایین رفتند. سام در حالی که به طرف آب می دوید فریاد زد: مسابقه بذاریم؟ وقتی مامان پاهایش را روی ماسه ها گذاشت فریاد زد: آه، چقدر داغه! سام در حالی که میان امواج شیرجه می زد فریاد زد: تندتر بدو تا پاهات نسوزه. آب دریا تمام بدنش را خیس و فوری خنکش کرد. صدای مامانش را شنید که توی آب پرید و شناکنان به طرف او فریاد زد: آخش بهتر شد. بهترین راه خنک شدن همین بود. بعد از آن که دیگر از خستگی نمی توانستند شنا کنند، روی حوله‌هایشان نشستند و به دریا خیره شدند. سام در حالی که به دوردست‌ها نگاه می‌کرد گفت: انگار تا بی‌نهایت ادامه داره، نه؟ بعد چیزی را دید که با فاصله زیادی از آنها توی آب می‌درخشید. دست‌هایش را سایبان کرد و پرسید: هی، اون چیه؟ مامان گفت: شاید یک قایق باشه. سام در حالی که چشمهایش را ریز می‌کرد گفت: فکر نکنم. هرچه بود خیلی سریع میان آب به این طرف آن طرف میرفت و به نرمی در افق شنا میکرد. سام هیجان زده فریاد زد: فهمیدم چیان؟ دلفین ها. حداقل 30 تا هستن. نگاهشون کن، از آب میپرن بیرون. مامان بلند شد تا بهتر ببیند و گفت: چه عالی، این همه سال اینجا اومدیم چنین چیزی ندیده بودم. هر دو در سکوت نگاه کردند تا اینکه دلفین ها از نظر دور شدند. خورشید شروع کرد به غروب کردن و گرمای روز کم شد. تصمیم گرفتن حوله‌هایشان را جمع کنند و به خانه برگردند. وقتی بابا آنها را روی آخرین پله ها دید که توی باغچه می آمدند گفت: اینجایید؟ امیدوارم متوجه شده باشید که نه تنها چمدان‌ها رو آوردم توی خونه، بلکه بازشون هم کردم، وسایل رو هم چیدم. سام گفت: ببخشید بابا، ولی من و مامان چیز بی‌نظیری دیدیم که نمیشد از آن دل بکنیم. بابا با خنده پرسید: اون چی بود؟ حتما دیدن این که من همه چمدان‌ها را باز میکنمه؟ سام خندید و گفت: بعداً برای تعریف میکنم. بعد از اینکه مامان و سام دوش گرفتند و لباسهایشان را عوض کردند، همگی توی بالکن رفتند و تصمیم گرفتند به رستوران مورد علاقهشان اقیانوس بروند. سام آنجا را خیلی دوست داشت چون بهترین پیتزاها را داشت. سوار ماشین شدند و از جاده ساحلی بالا رفتند تا به نوکش رسیدند. رستوران اقیانوس بالای یک صخره بود. سام همیشه تعجب میکرد که چطوری شبهایی که باد شدید میوزید رستوران توی دریا سقوط نمیکرد. رستوران کوچک مثل همیشه با چراغهایش آنها را به داخل دعوت میکرد. صدایی از کنار در گفت: آه، سام و خانواده‌اش، چه خوب که دوباره شما را میبینم. بفرمایید تو. صدای رئیس پیشخدمت‌ها دومینیک بود که سالها بود آنجا کار میکرد. بابا بغلش کرد و گفت: خوشحالم دوباره میبینمت دومینیک. دومینیک آنها را از میان رستوران شلوغ به طرف بالکن برد و گفت: بهترین میز برای دوستان قدیمیم. آنجا هوا خنک‌تر بود. هوا تاریک شد و نمیشد دریا را دید. ولی صدای برخورد امواج با صخره‌های پایینی را میشنیدند.
دومینیک در حالی که داشت میز را با دستمال تمیز میکرد گفت خدایا سام، از آخرین باری که دیدمت چقدر بزرگتر شدی. سام جواب داد خب از پارسال تا حالا 1 سال بزرگتر شدم. دومینیک صندلی را برای مامان عقب کشید و گفت درست است، چقدر خنگم. رستوران اقیانوس بهترین پیتزاهای جزیره را داشت. برای همین آنها همیشه پیتزا سفارش میدادند. همگی گفتند پیتزا لطفاً. مامان پیتزای سبزیجات را انتخاب کرد. بابا پیتزای دریایی سفارش داد و سام پیتزای همیشگیش، پپرونی با پنیر اضافه را انتخاب کرد. بعد از سفارش غذا، سام داستان دلفین هایی را که با مامان دیده بود برای پدرش تعریف کرد. او با ذوق شوق گفت به عمرم چنین چیزی ندیده بودم. همینطور که میرفتن از آب میپریدن بیرون و با هم بازی میکردن. فوق‌العاده بود. مگه نه مامان؟ مامان سرش را به نشانه موافقت تکان داد و خواست چیزی بگوید که دومینیک غذا را آورد. بابا گفت ممنون دومینیک، به نظر خوشمزه میآید. دومینیک پرسید اشکالی نداره بنشینم؟ میخواهم چیز جالبی برایتون تعریف کنم. بابا صندلی را عقب کشید و گفت البته که اشکالی ندارد. دومینیک هیجان زده گفت شنیدم سام جوان از دلفین ها میگفت. منظره خیلی قشنگی بود نه؟ ولی من چیز بهتری سراغ دارم سام. نظر درباره شنا کردن با دلفین ها چیه؟ سام به حیرت پرسید شنا کردن با آنها چطوری؟ دومینیک ادامه داد پسرعمویم 1 قایق و 1 سوت دارد. سام که گیج شده بود پرسید 1 سوت؟ دومینیک گفت بله 1 سوت. 1 سوت مخصوص که دلفین ها را به طرف خودش میکشاند. این 1 راز است. نباید به کسی بگویی. سام گفت نمیگویم. دومینیک با مهربانی گفت میدانم سام. حالا با دقت گوش کن. من از پسرعمویم آرماندو میخواهم تو را ببرد توی قایقش و با سوت دلفین ها را برگرداند. بعد میتوانی با آنها شنا کنی. سام چیزی را که میشنید باور نمیکرد. پرسید با آنها شنا کنم؟ دومینیک گفت بله با آنها شنا کنی. سام به قدری هیجان زده شده بود که نمیدانست چه بگوید. عصر همان روز دومینیک به خانه آنها زنگ زد تا بگوید با آرماندو حرف زده است و او خوشحال می شود سام را روز بعد با خودش پیش دلفین ها ببرد. سام به قدری هیجان زده بود که تمام شب نتوانست بخوابد. صبح روز بعد همگی سوار ماشین شدند و به طرف دهکده ماهیگیری کوچکی که قایق آرماندو آنجا بود رفتند. دومینیک زودتر از آنها رسیده بود. برایشان دست تکان داد و فریاد زد بیایید اینجا، من اینجایم. آرماندو هم کنارش ایستاده بود. قدش کمی بلندتر و خیلی جوانتر از دومینیک بود. موهای پرپشت فرفری مشکی و لبخندی بزرگ روی صورتش داشت. او پرسید سام، پس امروز میخوایی با من سوار قایق شوی؟ میخوایی با دلفین ها شنا کنی؟ سام جواب داد بله لطفاً. آرماندو گفت بله لطفاً. معلوم است پسر مؤدبی هستی نه؟ خوشم آمد. خوب است آدم مؤدب باشد نه؟ بیا تا قایق را نشانت بدهم. همگی سوار قایق آرماندو شدند که چند قدم آن طرفتر لنگر انداخته بود. خیلی بزرگ نبود ولی از تمیزی برق میزد. قرمز و سفید بود و کابین کوچکی داشت که فقط 2 نفر میتوانستند داخل آن بنشینند. مامان گفت چقدر قایقتون دوست داشتنیه. آرماندو گفت فوق‌العاده است نه؟ اسمش را از اسم پسرعموی عزیزم دومینیک انتخاب کردم. دوم صدایش میکنم. دومینیک سرخ شد ولی معلوم بود از اینکه اسم قایق را از اسم او انتخاب کرده بود خوشحال بود. مامان که کمی نگران بود پرسید مواظب سام هستید؟ آرماندو جواب داد اصلا نگران نباشید. جایش پیش من امن است. همه جای کنارش هستم. قبل از غروب آفتاب برمیگردیم. دومینیک گفت آرماندو این دریا رو مثل کف دستش میشناسد. دریا هم که امروز آرام است. وقت رفتن بود. قایق هر لحظه دورتر میشد و سام برای پدر مادرش دست تکان میداد. آرماندو پشت سکان بود و با خوشحالی سوت میزد. سام با دقت اطرافش را نگاه کرد. دریا به قدری آرام بود که انگار روی بیابانی صاف سفر میکردند. بیابانی از آب آبی رنگ. آرماندو جلیقه نجاتی را به طرفش انداخت و گفت این را بپوش. سام اعتراض کرد و گفت ولی من بهترین شناگر کلاسمان هستم. آرماندو گفت من به مامانت قول دادم که آن را میپوشی. وقتی خواستیم با دلفین ها شنا کنیم میتوانی درش بیاوری. سام روی عرشه کوچک دراز کشید و به صدای برخورد امواج گوش میداد. نسیم ملایم دریایی که به صورتش میوزید خواب‌آلودش کرد. بالاخره صدای آرماندو از خواب بیدارش کرد و گفت رسیدیم سام، لطفاً کمک کن لنگر را بندازم.
آرماندو و سام لنگر سنگین را گوشه قایق بردند و آن را توی آب انداختند. سام پرسید حالا چی کار کنیم؟ آرماندو گفت حالا برای دلفین ها سوت میزنیم. آرماندو 2 انگشت شستش را به هم چسباند و به آرامی توی سوراخ وسطشان فوت کرد. صدای عجیبی ایجاد شد. صدایی مثل صدای سوت و هوهوی جغد. آرماندو گفت دیدی؟ آسان بود ولی در حقیقت خیلی سخت است. امتحان کن. سام دقیقاً همان کارهای آرماندو را انجام داد ولی وقتی فوت کرد صدایی در نیامد. آرماندو خندید و دوباره 2 انگشت شستش را به هم چسباند و گفتم که سخت است. و دوباره صدای عجیب غریب را در آورد. سام به دریا نگاه کرد ولی هیچ دلفینی را ندید. آرماندو فریاد زد نگاه کن دارن میآیند. بیایید عزیزان من. آرماندو با دوستش سام آمده تا سلامی بکند. سام فکر کرد خواب می‌بیند. درست روبروی قایق در افق گروه کوچکی از دلفین‌ها ظاهر شدند. 12 تایی می‌شدند. می‌پریدند توی آب و بازی می‌کردند. درست همانطوری که توی ساحل با مامان دیده بود. سام فریاد زد وای عالیه. آرماندو خندید و گفت دقیقاً وای. خب سام حالا به این نگاه کن. میخوام یک چیزی نشانت بدهم. و به سرعت کیسه کوچکی پر از ماهی برداشت. وقتی دلفین ها به قایق رسیدند یک ماهی برداشت و دستش را به طرف آنها دراز کرد. یکی از دلفین ها از آب بیرون پرید. توی هوا ماهی را با دهانش گرفت و دوباره توی آب ناپدید شد. سام گفت عالی بود. آرماندو خندید و گفت دقیقاً حالا تو امتحان کن. سام ماهی را که از کیسه در آورد نوک عرشه رفت و با نگرانی آن را به طرف جلو دراز کرد. قبل از آن که بفهمد چه اتفاقی افتاد دلفینی از آب بیرون پرید و ماهی توی دستش را گرفت. بعد آن طرف قایق ناپدید شد. سام هیجان زده گفت هیچی حس نکردم. آرماندو به آرامی گفت دلفین‌ها حیوان‌های خیلی مهربانی هستند. هیچ وقت به کسی آسیب نمی‌رسانند. حالا وقتی شنا کردن با دلفین هاست. سام با نگرانی پرسید تو هم میایی؟ آرماندو لبخند زد و گفت نه لازم نیست. آنها با تو مثل بچه‌شان رفتار می‌کنند. سام جلیقه‌اش را درآورد، نفس عمیقی کشید و توی آب زلال و خنک پرید. وقتی سرش را بالا آورد، دور تا دورش دلفین‌ها را دید. آنها خیلی نزدیک او شنا می‌کردند و به آرامی با سر هلش می‌دادند. سام فهمید که دارند بازی می‌کنند و به آرامی با دست کنارشان زد. آرماندو از روی عرشه فریاد زد به باله آن بزرگه بچسب. یک سواری عالی می‌گیری. سام همان کار را کرد. 2 دستی باله دلفین را چسبید و با سرعت زیاد توی آب کشیده شد. دلفین به هوا پرید. بعد روی آب شنا کرد تا سام زیر آب نرود. بقیه دلفین‌ها نزدیکشان شنا می‌کردند. انگار می‌خواستند آنها را بگیرند. بهترین بازی سام در تمام عمرش بود. مدت زیادی با دلفین‌ها شنا و بازی کرد تا اینکه بالاخره صدای آرماندو را از قایق شنید. سام باید سوار شوی. دارد باد می‌وزد. باید برگردیم. سام سوار قایق شد و آرماندو موتور را روشن کرد و دور زدند. سام به دلفین‌ها نگاه کرد که در جهت مخالف آنها شنا می‌کردند. مثل همیشه توی آب می‌پریدند و به طرز عجیبی جیغ می‌کشیدند. انگار خداحافظی می‌کردند. آرماندو که پشت سکان بود پرسید خوش گذشت؟ سام جواب داد بهترین روز زندگیم بود. می‌شود لطفاً به من یاد بدهید چطوری سوت بزنم؟ قول میدم به کسی نگویم. آرماندو روی عرشه نشست و به سام نشان داد که چطور روی شست‌هایش را به هم بچسباند و چگونه داخل آنها فوت کند. بعد از نیم ساعت تلاش‌های ناموفق سام بالاخره توانست درست فوت کند و صدای سوت درآمد. آرماندو گفت عالی است. حالا می‌توانی درست سوت بزنی. فقط یادت باشد این فن را پیش خودت نگه داری. باد شدیدتر شده بود. باران می‌بارید و امواج بلندتر شده بودند. قایق کوچک از این طرف به آن طرف می‌رفت. سام کمی ترسیده بود. آرماندو در میان باد فریاد زد و گفت درست می‌شود. من بهترین قایقران دهکده‌ام. مشکلی نیست. سالم می‌رسانمت. همان لحظه موتور صدایی کرد و ناگهان خاموش شد. سام به آرماندو نگاه کرد. آرماندو آشار به دست به طرف موتور می‌رفت. ناگهان روی یکی از پله‌های خیس سر خورد و با کمر محکم روی کف قایق افتاد. سام به طرفش دوید و فریاد زد آرماندو، آرماندو! ولی آرماندو بیهوش شده بود. سام با نگرانی فهمید که در قایق بدون موتور تنها مانده است. آب هم به سرعت از قوشه‌های قایق به داخل می‌ریخت و اوضاع را بدتر می‌کرد. سام سطلی را برداشت و شروع کرد به بیرون ریختن آب، ولی سرعت ورود آب 2 برابر سرعت سام بود. کنار آرماندو زانو زد
و التماس کنان از او خواست که با هوش بیاید. بیدار شو آرماندو، تو رو خدا بیدار شو. قایق دارد غرق می شود. من نمیدانم چه کار کنم. ولی آرماندو همچنان بی حرکت بود. ناگهان فکری به ذهن سام رسید. دلفین ها به او کمک می کردند. شستهایش را به هم چسباند و میان آنها فوت کرد. هیچ صدایی در نیامد. دستهایش را خشک کرد و دوباره امتحان کرد. این دفعه صدا درآمد. صدای سوت طولانی و آرامی از میان باد و باران به گوش رسید. چند بار سوت زد. بعد صدایی شنید. اول فکر کرد صدای باد است، ولی بعد فهمید صدای دلفین هاست. آنجا بودند. 30-40 تا دلفین به طرفش می آمدند. آنها دور قایق را گرفتند و با سرشان آن را جلو راندند. سام دلش می‌خواست از خوشحالی گریه کند. دلفین ها ساعتها قایق کوچک را هل دادند تا اینکه طوفان تمام شد و آسمان صاف شد. سام روی عرشه تلاش می‌کرد تا جایی که می‌تواند به آرماندو کمک کند. ناگهان آرماندو ناله‌ای کرد و بلند شد. سرش را مالید و نالید. آخ، سرم، چی شد؟ سام یک نفس گفت: توی طوفان افتادی و بیهوش شدی. داشتیم غرق می‌شدیم. من هم از دلفین‌ها کمک خواستم. آنها نجاتمان دادند. آرماندو به آرامی ایستاد و دید که دلفین‌ها هنوز دارند قایق را هل می‌دهند. فریاد زد: باور نکردنی است. در تمام این سالها چنین چیزی ندیده بودم. خوب شد سوت زدن را یادت دادم. او به طرف دلفین‌ها خم شد و گفت: ممنون دوستان من. الان موتور را درست می‌کنم. می‌توانید استراحت کنید. دلفین‌ها دست از هل دادن برداشتند. آنها به آرامی برگشتند و با شادی توی امواج پریدند و دور شدند. سام فریاد زد: ممنون، شما زندگیمان را نجات دادید، و برایشان دست تکان داد. کمی بعد موتور روشن شد. آرماندو از پشت سکان گفت: خب سام جوان، عجب روزی داشتی. نه، فکر کنم هیچ وقت امروز را فراموش نکنی. ولی سام به حرفای او گوش نمیداد. داشت آخرین دلفین ها را نگاه میکرد که مثل پرنده توی آب شنا میکردند و باله هایشان زیر آخرین پرتوهای خورشید برق میزدند. خوشحالم که تا آخر داستان همراه من بودید. خدا نگهدار تا قصه بعدی.